من یاسیم. من سحرم. همونطور که میبینی چالش امروز باید بچه ها هدفون بذارن یا حالا 2 نفر هی میچرخه، بعد یه جمله میگیم ببینیم تا آخر چی میشه. برو که بریم. جمله اول اینه که طرف تا دهن باز میکنه دروغ میگه. خب طرف نه ادامه داره. طرف تا دهن باز میکنه دروغ میگه. علف تا دهن باز میکنی غروبه. خوبه. علف تا دهن باز میکنی به دهن غروبه. علف به دهن بازی. خب همین نظر آخرت همینه؟ یا بار دیگه بگو. علف تا دهن باز میکنی غروبه. بگو. علف نخند. بس دیگه نظر آخر تو بگو. آخری یه بار دیگه بگو. علف تا دهن باز میکنی غروبه. نه فقط علفشو میفهمم. علف به دهن بازی باید شیرین بیاد. اوکی در بیار. تو چی گفتی؟ من بذار از جمله دو. من گفتم علف به دهن بازی کنی غروبه. من گفتم علف به دهن بازی شیرین بیاد. حالا جمله طرف تا دهن باز میکنه دروغ میگه. از کجا آوردی؟ طرف و علف راست میگه شبیه هم نگاه دهن دهن بازی نگاه نمیفهمیدم چی میگه. فکر کردم ضرب المثل گفت علف. گفتم علف به دهن بازی باید شیرین بیاد. جمله بعدی 3 شتر تو شن غلط زدن هست. خب 3 شتر تو شن غلط زدن. 3 شتر تو شن غلط زدن. یه بار دیگه 3 شتر تو شن غلط زدن. 3 شتر تو شن داشت نفهمیدم. 3 تا اسکل شتر 3 تا اسکل. نمیدونم. من درست میگم. ادامه باید بدی. شتر تو شن 3 تا دکتر توی شهر. وایسا آهنگم تموم شد. 3 شتر 3 تا دکتر تو شن تو شهر. نمیدونم. دیگه نمیدونم. تو به چه نتیجه رسیده بودی؟ 3 شتر تو شن. تو چه؟ 3 تا دکتر تو شهر. 3 شتر تو شن غلط زدن. 3 تا دکتر تو شهر. خیلی خوب فهمید. پشمام ریخته بود. 3 دکتر تو شهر 3 شتر تو شن. خب بریم برای سومی. آخر خب ما که گند زدیم. وای خیلی خوبه. میگه دکتر. باید آمبولانس بزن. بعد ازت تاییدیه میخواد. دیدی صداشو میشنوی؟ صدای سهر رو میشنوی؟ اینجا داد زد. آره سعی کن داد نزنی. بعد نگی اینطور بود که نمیدونم. خب بخور اما اندازه نگهدار. بیا. بخور اما اندازه نگهدار. بخور اما اندازه نگهدار. بار دیگه. بخور اما اندازه نگهدار.
بخور مریض دارم. اصلا نفهمه. بعد دیگه بگو. بخور مریض دارم. پونه. بخور پونه. مریض دارم. مریض دارم. نمیدونم. پونه مریض دارم نمیدونم. پونه مریض دارم نمیدونم. تو به چه نتیجه رسیدی؟ بخور مریض دارم. بخورم و اندازه نگهدار. من گفتم پونه مریض دارم. خب به نفر بعدی بزنم. امشب دل من هوس رطب کرده. امشب دل من هوس رطب کرده. فهمیدم. امشب دل من هوس رطب کرده. امشب دلم هوس رطب کرده. بگم امشب دلم هوس رطب کرده. تو چی گفتی؟ امشب دلم هوس رطب. آفرین. امشب دلم هوس رطب. آسون بود. بذاری الان سخت میشه. فقط این آهنگ. همینو میخواستیم. خب گذاشتی؟ سوسک ها توی یخچال گلابی میخورن. سوسک ها توی یخچال گلابی میخورن. دوستام توی شهر گلاب میخورن. دوستام تو خونه داشتن گلاب میخوردن. دوستام توی شهر گلاب میخورن. دوستام تو شهر گلاب میخوردن. بگو. دوستام تو شهر داشتن گلاب میخوردن. تو هم همینو گفتی. سوسکا توی یخچال گلابی میخورن. بیا بیا فرفری جونم، تو که میدونی میترکونم. بیا بیا فرفری جونم، تو که میدونی میترکونم. یه دونه دیگه داری. بیا بیا فرفری جونم، تو که میدونی میترکونم. شنیدی؟ شنیدی؟ نه. بیا بیا فرفری جونم، تو که میدونی میترکونم. بیا بیا بریم رو میز غذا بخوریم. 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 خب برداری. خب بیا بیا بریم رو میز غذا بخوریم. نه بیا بیا من یه سگ دارم که فکر میکنه اسبه. من یه سگ دارم که فکر میکنه اسبه. من یه سگ دارم که فکر میکنه اسبه. من کسی هم که فکر میکنی اسبه. یه بار دیگه. من یه سگ دارم که فکر میکنه اسبه. من کسی هم دستم فکر میکنی
من کسیم دستم فکر میکنی اسبه. من دستم چی؟ من کسیم که فکر گرفته اسبه. من کسیم که فکر میکنی اسبه. من دستم که فکر میکنی یه چیزی اسبه. بگید چه؟ تلاشتو بکن یه کلمه بگی برای من دستم که فکر میکنی یه چیزی. خب من شنیدم من کسیم که فکر میکنی اسبه. من یه سگ دارم که فکر میکنه اسبه. سگ دارم رو تو هم میگفتی بیش. من رو اسبه میگه من خیلی خوب میگم. نه الان احساس میکنم به خاطر این کلمات خودش رو داره چیز میگه، چون دفعه پیشم من با نگین بودم. خب چرا اسب فکر میکنه گربه است بیشتر. اسبم داره. خواب دیدم دایناسورا تو شهر ساندویچی زدن. خواب دیدم دایناسورا از اول خواب دیدم دایناسورا تو شهر ساندویچی زدن. آهنگ تموم شد. خواب دیدم دایناسورا تو شهر ساندویچی زدن. خواب دیدم دانشجو وایسا برا. خواب دیدم دانشجوها تو شهر دارن ساندویچ میدن. یه بار دیگه بگم. خواب دیدم دایناسورا تو شهر ساندویچی زدن. خواب دیدم دانشجوها تو شهر دارن ساندویچ میدن. تو شهرم دارن ساندویچ میدن. بگی چی شنیدید؟ من خواب دیدم دانشجوها تو شهر دارن ساندویچ میدن. خواب دیدم دایناسورا تو شهر ساندویچی زدن. دایناسورا ولی درست فهمیدم. من درست فهمیدم. درخت‌ها دارن فوتبال بازی میکنن. 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 یکی داره با سوسمار بازی میکنه. یه بار دیگه بگو. درخت‌ها دارن فوتبال بازی میکنن. یکی داره با سوسمار بازی میکنه. درخت‌ها دارن فوتبال بازی میکنن. اینو مطمئنم راجبش. مرسی که نگاهمون کردی.